خیلی میدانیم اکثریت آسیبی که یا اذیتی که میکشیم از اطرافیان است. آره، کمبغلی، بیماری، بعضی مشکلی ها هست، اما زیاد ما رو همین نزدیکان خود یا گفتیم سخنی اطرافیان به حالت می آورند که چند روز ذهن ما رو، فکر ما رو مشغول می سازد و بعضا تا آخر عمر بعضی گفته ها رو ما فراموش کرده نمی توانیم. و علل خصوص در همین زمان که یک زمان خودخواهی هست، زمان ظلم و خودخواهی هست که چی انسان صالح باشد چه انسانی بد اخلاق همه خود را حق می داند و شما حتی حق باشد هم بعضا به جز ظلم و ناحقی چیز دیگری به سر شما نمی آید. و با رفت مشکلی های زیاد با دیگران یا گفتیم با رفت فساد شوی معامله مردم میبینیم که کسلی های هم یا بیماری های هم که محض به خاطر این آن اذیت به سر ما آمده است کم نیستند. و با این کسلی ها روانشناس ها هم روز از روز زیاد شده ایستادند. روانشناس برای کودک، روانشناس برای زن، روانشناس برای دختر بی شوهر، هزار و یک نمود روانشناس. و داروهای آرام بخش هم دارد، روز از روز در دارو فروشی ها زیاد می شود. و تا 100 سال پیش همه می دانیم که نه کسی روانشناس رو می شناخت و نه کسی از این داروهای آرام بخش عصب خبری داشت. شاید تا اینکه تا 100 سال پیش حیات اینقدر مثل امروزه پیچیده نبود و مردم هم این گونه از خود رفته نبودن، شاید به این سبب باشد. ولی باز امروز بیاید نگاه کنیم به همین آیت ها که خیلی گفتم خیلی از مشکلی های ما را انشاءالله آسان میکند. آیت یکم در سوره اعراف است، آیت 199. الله میگوید خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. در اینجا ندا به پیامبر صلی الله علیه و سلم هست، اما تمام امتان پیامبر را در بر میگیرد. الله میگوید از گناه دیگران درگذر و همیشه به معروف به نیکی دیگران را دعوت کن و اعرض عن الجاهلین. و سیوم چیز، از جاهلان، از بیسوادان روی گردان، یعنی با آنها اصلا برابر نشو.